دیگر تور را داد توران زمین. ورا کرد سالار توران و چین. یکی لشکری نامزد کرد شاه. کشید آنگهی تور لشکر به راه. بیامد به تخت کی برنشست. کمر برمیان بست و بگشاد دست. حقایق هیچ از ملت‌های آسیای میانه به اندازه تاجیک‌ها برگردنی تورانی تاریخی نیست، زیرا مردمانی تاجیکانی فرارودی کهن و زمینی تاجیکستان نیز بخشی کوچکی تورانی تاریخی است. با یک کلام تاجیکستان تجلی نامی تاریخی توران در این روزگار و نیشانی زنده بودنی آن است. تاجیکستان در واقع یک تورانی کوچک است. نباید فراموش کرد بلکه افتخار کرد که واریسانی اصلی و مستقیمی تورانیانی فرارود همانا تاجیک ها هستند. درود دوستان، خوش آمدید به وبسایت توران زمین. توران، نام یک منطقه در آسیای میانه به معنی سرزمین تور به زبان پارسی میانه است که از اون سوی آمودریا، جیهون، یعنی ماوراءالنهر به خارزم متصل بوده است و از مشرق تا دریاچه آرال امتداد داره. همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، تورانیان اصلی از نژاد آریایی سکاها در عصر اوستا هستند. واژه تورا در اشتهای اوستا قبایل چادرنشینی را توصیف می‌کند که اسب‌های تانپا دارند و دشمن ایرانیان یک جانشین هستند. در منابع آشوری 641 یا 640 پیش از میلاد، این قبایل چادرنشین سکایی شناخته می‌شدند. در کعبه زرتشت، توران جزء ایالت‌های ایران آمده، کهن‌ترین منبعی که به واژه توران اشاره می‌کند کتاب اویستا است و تمامی تورانیان در این کتاب نام‌های ایرانی دارند. تورانی‌ها و شاخه‌ای از قوم آریایی سکاها با فرهنگ نازل‌تر بودند. در کتاب‌های پهلوی نیز نام‌های تورانیان همه ایرانی است. در شاهنامه هم نام‌هایی مانند پشنگ و ارژنگ، افراسیاب، گرسیوس، ابریرس، دوروی، کهرم، سپهرم، اندریمان، سرخه، شیده، فرنگیس، منیژه، ویسه، فرشیدورد، لحاک، هومان، پیران، بارمان، پیلسم، گلباد، نستیهن، شواسب، ارجاسب، ویدرفش نام خواست، کاملا آشکار می‌سازد که تورانیان عصر اوستایی قوم و قبیله‌های ایرانی بودند. ایرانی شاخه‌ای از اقوام آریایی هستند که خود به دو دسته ایرانی شرقی، سکاها و ایرانی غربی، مادها و پارسها تقسیم می‌شوند. مردم ایران و توران به عنوان یک قوم محسوب می‌شدند که هر دو از نوادگان فریدون بودند، اما با دو قلمرو مختلف و اغلب نیز با یکدیگر در جنگ بودند. توران هیچ ربطی به ترک‌ها ندارد. در واقع با توجه به شاهنامه دست کم 1500 سال پس از اوستا، قبایل کوچه‌نشین که ساکنان این سرزمین بودند توسط ترک پسر دوم فریدون بود رهبری می‌شدند. از اویستا و کتب دینی پهلوی و داستان‌های ملی و اقوال مورخان قدیم برمی‌آید که ایرانیان و تورانیان از یک نژاد بودند. منتها ایرانیان زودتر شهرنشین شدند و تورانیان به همان وضع بیابان نوردی و چادرنشینی باقی ماندند. در کتب متأخر، منطقه توران و چین و ماچین و تبت و شرق را به تفاوت خاک تور و ممالک روم و آلان و مغرب را خاک سلم دانستند. برخلاف این پندار، توران و سرمان و دو مملکت دیگر ساینی و داهی، هر چهار مانند خود ایران مرز و بوم آریایی است. در شاهنامه فردوسی که برگرفته شده از خداینامه است، تورانیان با ایرانیان دارای یک ریشه هستند، آنگاه که از پادشاهی و تقسیم سرزمین‌ها به دست فریدون سخن می‌رود. تور و سلم و ایرج هر سه فرزندان فریدون هستند. یکی از این سرزمین‌ها سرزمین تور در همسایگی و مرز به مرز ترکان و اولان در شمال چین است که به تور برادر ایرج، نماد ایرانیان می‌رسد. سرزمین توران و تورانیان با سرزمین سکاها و قوم سکا برابر است. در ظلمت تاریک شب مرغ سحرخانه منی، در حسرم آزاده ای، تنها تو تنها تو تنها تو ایران منی. اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی لبانت را خدا روز ازل بوسیده است. ای مرغ حق در سینت با شور خود بیداد کن، آواز خانه شب شکن بار دگر
ما را سحر کن. ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، در دشت من باران تو، در چشم من تابان تویی. ایران من، ایران من، آن مهر جاودان